سرخط خبرها. روسیه میزبان وزیر دفاع امارت اسلامی محمد یعقوب مجاهد برای شرکت در نشست امنیتی وارد مسکو شد. سیمه‌ایز امنیتی ننګونو او متقابل همکاریو بحثونه کوي. فراخوان سهیل شاهین از کشورهای اسلامی برای بازسازی افغانستان او میگوید که با تامین امنیت زمینه برای سرمایه‌گذاری فراهم شده است. و تاکید ترامپ به توسعه پیمان ابراهیم، ریاض و اسلام آباد به عادی سازی روابط با اسرائیل نگفتند. درود بر شما. به این ساعت میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 5 جوزای 1405 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 26 می 2026 میلادی. من فردین سعیدی هستم. مشروع خبرها. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارت اسلامی در رأس هیئتی برای شرکت در نشست بین المللی امنیتی وارد مسکو شد. این نشست از 26 تا 29 می با حضور نمایندگان 180 کشور و سازمان بین المللی تحت نظارت شورای امنیت روسیه برگزار می شود. هدف اصلی این نشست بررسی تهدیدهای جهانی، مبارزه با تروریسم، امنیت اطلاعات و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای برای تقویت نظم چند قطبی است. همکارمان نصر نمیری گزارش می‌دهد. همزمان با آغاز نشست 4 روزه امنیتی بین المللی در مسکو با حضور وزیر دفاع امارت اسلامی، رئیس سازمان امنیت روسیه با تاکید بر گسترش همکاری‌های ضد هراس افغانی با امارت اسلامی گفت که کشورش در چارچوب تلاش‌ها برای ایجاد ثبات سیاسی در افغانستان و عادی سازی روابط میان کابل و اسلام آباد تماس‌های امنیتی خود را ادامه می‌دهد. او افزود امنیت مشترک کشورهای منطقه به برقراری صلح و ثبات در افغانستان و پاکستان وابسته است. ما نیز چنین همکاری‌هایی را دنبال می‌کنیم، از جمله چارچوب تلاش‌های گسترده‌تر برای ایجاد ثبات سیاسی در افغانستان و عادی سازی روابط میان کابل و اسلام آباد. امنیت مشترک ما به وضوح به صلح در منطقه به ویژه افغانستان و پاکستان وابسته خواهد بود. د ملي دفاع وزیر ګډون په دغه کانفرنس کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو اړیکو او امنیتي تعاملاتو په برخه کې یو مهم پرمختک بلل کیږي. این نشست به میزبانی شورای امنیت روسیه با حضور نمایندگان نزدیک به 180 کشور به شمول افغانستان و سازمان‌های بین المللی برگزار شده است. هدف از برگزاری آن بررسی تهدیدها و چالش‌های امنیتی جهان، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی و فراهمسازی زمینه گفتگو میان کشورها عنوان شده است. د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزارت قدرمن وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد د روسیې فدراسیون په کوربتوب د نړیوال امنیتي کانفرنس د ګډون په موخه مسکو ته سفر کړی. په یاد کانفرنس کې د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو امنیتي او دفاعي لوړپوړي چارواکي ګډون کوي چې په سیمه‌ایز امنیتي ننګونو او متقابلو همکاریو بحثونه کوي. اما آیا حضور وزیر دفاع امارت اسلامی در این نشست می تواند زمینه را برای گفتگو، اعتماد سازی و کاهش نگرانی های امنیتی میان افغانستان، روسیه و دیگر کشورهای اشتراک کننده فراهم کند؟ سوالاتی که کشورهای منطقه در ارتباط جغرافیای افغانستان از آدرس تروریسم دارند، این سوالات جوابات مثبت از وزیر دفاع خواهد گرفتند و همچنان روابط مسکو و کشورهای منطقه با امارت اسلامی وسیع‌تر و با بنیاد اقتصادی و سیاسی و نظامی بهتر و خوبتر تامین خواهد شد. گفتنی است که با روی کار آمدن امارت اسلامی روابط کابل و مسکو در بخش‌های سیاسی و اقتصادی به گونه چشمگیری گسترش یافته است، هرچند مقام‌های روسی گهگاه نسبت به تهدیدات امنیتی و فعالیت گروه‌های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند، اما با وجود این روسیه تاکنون تنها کشوری است که به گونه رسمی امارت اسلامی را به رسمیت شناخته است. سهیل شاهین سرپرست سفارت امارت اسلامی افغانستان در قطر بر اهمیت نقش کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای خلیج فارس در روند بازسازی و توسعه افغانستان تاکید کرد.
او میگوید که با تامین امنیت و استقرار نظام اسلامی در افغانستان زمینه برای سرمایه‌گذاری، همکاری اقتصادی و گسترش روابط سیاسی با کشورهای اسلامی فراهم شده است. آنایتا اندر با شرح بیشتر. در حالی که امارت اسلامی گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و اسلامی را از محورهای مهم سیاسی خارجی خود عنوان می‌کند، سهیل شاهین، سرپرست سفارت امارت اسلامی در قطر، بر نقش کشورهای اسلامی و ویژه کشورهای خلیج در حمایت از روند بازسازی و توسعه افغانستان تاکید کرده است. شاهین به خبرگزاری آفاق گفته که گسترش و تحکیم روابط با کشورهای اسلامی از اولویت‌های امارت اسلامی است. او افزوده است که اکنون با تامین امنیت و حاکمیت نظام اسلامی در افغانستان، امارت اسلامی خواهان مشارکت فعال کشورهای اسلامی در روند بازسازی، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور است. با گفته شاهین، این کشورها همچنان می‌توانند در گسترش روابط امارت اسلامی با سایر کشورها نیز نقش مثبت و مسئولیت اسلامی خود را ایفا کنند. د خلیج هیوادونو سره چې په تیرو 40 کالونو کې د افغانستان د مجاهد ولس په څنګ کې په یو نه یو ډول ولاړ وو. اوس چې هیواد آزاد دی او اسلامي نظام شتون لري، موږ غواړو چې اسلامي هیوادونه په ځانګړي ډول د خلیج هیوادونه د افغانستان په بیا رغونه او پانګه اچونو کې برخه واخلي او نور هیوادونو سره د اسلامي امارت د اړیکو په جوړولو کې خپل مثبت رول او اسلامي مسئولیت ادا کړي. با آنکه روابط افغانستان با شمار از کشورهای عربی خلیج فارس در سالهای اخیر گسترش یافته، آگاهان معتقدند که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس روابط خوب با حاکمیت فعلی افغانستان دارند، اما به رسمیت شناسی آن منوط به تحقق برخی خواستهای جامعه جهانی است. امارت اسلامی افغانستان می تواند با دیپلماسی نرم، شفافیت، مشارکت سیاسی گسترده دیدگاه جهانیان را تغییر بدهد و زمینه رسمیت شناسی بیشتر و همچنان تعاملات سیاسی و اقتصادی را با سایر کشورها فراهم نماید. روابط بسیار خوب است. مشکل اساسی به خاطر رسمیت شناخته شدن حکومت فعلی از طرف حکومت افغانستان است، چون بعضی معیارهایی که سنجیده شده، گفته شده، یا بعضی تقاضاهایی که از طرف شورای امنیت و شورای بزرگ قدرتمند دنیا وجود دارد. این در حال است که رهبر امارت اسلامی نیز در پیام به مناسبت عید قربان بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای جهان در چارچوب اصول شریعت اسلامی تاکید کردند. و در خارج از کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از روند مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرده است. او همچنین خواهان پیوستن همزمان کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان به پیمان ابراهیم شده است. با این حال، این درخواست با واکنش محتاطانه ریاض و مخالفت آشکار اسلام آباد روبرو شده است. وزیر دفاع پاکستان پیوستن به توافق ابراهیم را مخالف با باورهای بنیادین مردم این کشور دانسته است. عبدالله بصیر در این گزارش. خلیج فارس بار دیگر شب پرتنش را پشت سر گذاشت. شبی که صدای انفجار در بندر عباس همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن نگرانی‌ها درباره شکننده بودن آتش بس را افزایش داد. گزارش‌ها از ایران حاکی است که ساکنان بندر عباس و برخی مناطق ساحلی خلیج فارس دوشنبه شب صدای چند انفجار و فعالیت پدافند ضد هوایی را شنیدند. در ادامه این رویدادها سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی حملاتی را علیه اهداف در جنوب ایران انجام دادند. در حالی که تنش‌های نظامی ادامه دارد، دونالد ترامپ بار دیگر از روند مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرده و گفته است که گفتگوها به خوبی پیش می‌رود. مذاکرات با ایران خوب پیش می رود. یا توافق عالی برای همه خواهد بود یا هیچ توافقی نخواهد بود. اورانیم غنی شده یا بلافاصله به ایالات متحده تحویل داده خواهد شد تا به آمریکا منتقل و نابود شود، یا ترجیحاً با همکاری و هماهنگی ایران در همان محل یا در مکان دیگری که مورد توافق باشد نابود خواهد شد. ترامپ همزمان تلاش کرده مذاکرات با ایران را به گسترش روند عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل نیز پیوند بزند و از متحدان منطقه‌ای واشنگتن خواسته که به پیمان ابراهیم بپیوندند.
بعد از تلاش‌های آمریکا برای حل مسئله پیچیده ایران، حداقل برای قطر، عربستان سعودی، ترکیه، پاکستان، مصر و اردن باید اجباری باشد که همزمان پیمان ابراهیم را امضا کنند. از این میان یکی دو کشور توجیه برای ملحق نشدن داشته باشند، اما بقیه باید آماده و مایل باشد. عربستان و قطر هم باید پیشگام شوند و فوراً این پیمان را امضا کنند. اما این درخواست با واکنش‌های محتاطانه برخی متحدان آمریکا روبرو شده. یک مقام عربستان سعودی در گفتگو با CNN تاکید کرده که بدون ایجاد مسیری بازگشت برای تشکیل کشور فلسطین، هیچ عادی سازی روابط با اسرائیل صورت نخواهد گرفت. در پاکستان نیز مقام‌های این کشور مخالفت آشکار خود را با پیوستن به توافق ابراهیم اعلام کردند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع این کشور گفته که عادی‌سازی روابط با اسرائیل با باورهای سیاسی و اجتماعی پاکستان در تضاد است. شخصا معتقدم نباید به هیچ توافقی بپیوندیم که با ایدئولوژی‌های بنیادین ما در تضاد باشد. چگونه با افراد بنشینیم که حتی برای یک روز هم نمیتوان به قول آنها اعتماد کرد؟ موضوع ما در مورد روابط با اسرائیل بسیار روشن است. این برای ما قابل قبول نیست. در پاسپورت‌های پاکستان نام اسرائیل درج نشده است و ما تنها کشوری هستیم که چنین رویکردی داریم. اکنون در حالی که صدای انفجارها هنوز از سواحل خلیج فارس خاموش نشده، دیپلماسی و میدان جنگ همزمان در حال حرکتند. مسیری که میتواند یا به یک توافق منتهی شود یا منطقه را دوباره با آستانه بحران بزرگتر بازگرداند. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما تا این دم. تا دیدار بعد، بدرود.